شدم. وای خب چیکار کنیم؟ این فرموجه من واقعا یه چیزه. پروسه خیلی بی خدا. ای بابا وای شلب شروع پیشو همه. ای خدا کم زیادی شد احساس میکنم. زنی اینم یه مرحله خیلی بی خوده. برم حاضرشم که دیگه بزنم چاک. خب بچه الان با دوستای مدرسه‌ام، این مدرسه که 2 سال پیش میرفتم اینجا و رفتیم کافی خوردیم. الانم داریم میریم شام. آفتاب لب بومه، لباسای تابستون راهه. You don't know what I'm saying? Nope. Nope. I'm speaking in Farsi. Yeah. I do. یه رو بدایم همینجوری راه بریم نمیرسیم به رستوران. رسیدیم. خب الان من دارم میرم خونه دوستم یاسمین. آنیتا دخترم هم داره میاد اونجا که از اونجا بعد بریم یه مهمونی طوری دور همی. اینم از لباس. من دیگه برم در ادامه این ولاگ همراه باشیم. بای. خانه موظفی. It's Okanagan Valley. It's really good, you guys. بچه ها قرار بومین بزن. بچه اینا اسمای پسرونه ما. جزمن، جمشید، آنیتا آریانه، منم دانیال. They call me Ariane. صورتو پاک کنیم بریم. درینک چی میخوری؟ درینک تو چی میخوری؟ همه چی هست من نخوردم. امروز جنازم چه؟ برقی داره صورتمون امروز. با اون کار نکرد. بچه اتفاقی داره میفته اونجا. 3-4 تا ماشین پلیس چند نفر رو گرفتن. چرا این همه؟ یکی از من باندی چیزی گرفتن. آره تو چی کار کردی؟ من سورپرایزم. دختره رو دارن میبرن. بعد آنیتا ناشناخته بمونه بچه ها. خیلی آدم مهمی هست. سیاسی آدم آنیتا جان. همه جا با عینک آفتابی تشریف میبرن. دختر شاه باشه. هر دوم هم گوشتمون داره میشه هم خسته ایم. یعنی اصلا یه مود. بله ما پیلاتس بودیم امروز بچه‌ها. نه چی بود دیپ استرچ یوگا. برو دلم تو رو دیگه نمیخواد دیگه. من با خانم فیمس مشهور بودن به چی آنیتا؟ از اون چشا خدا باز من اینجا رو کات کنم. آدم باش. نمیتونم. مشهورم به آدم بودن. بچه اومدیم بستنی بکنیم. سلام دیگه
دیگه کم کم این سفر ونکوورم داره به پایان میرسه. این حساسیت منم زده بالا. تا هوا گرم میشه این سبزا میزنم بیرون. بینی بنده کیپ صدا گرفته، آبریزش بینی همینجوری شور یه اوضاع خیلی بده شده. خب من یه درگیری فکری دارم، درگیری تصمیم گیری دارم. 2 روز پیش رفتم کوچ، برند کوچ، 2 کیف دیدم، یکی کیوتر. 2تاش خیلی قشنگن و رنگش یکیه، کرم سفید طوریه، نه شیری. فقط این مدلشه، چون هم میخوام یه کیفی باشه که دم دستی باشه تابستونی، هم یه ذره مثلا مهمونی طوری هم باشه. یکیشون سایزش به همین موردا میخوره، اون یکی یه ذره داستان داره. دستش اینجوری، چجوری بگم خودم آقا بیخیر، رفتم اونجا نشون دادم ولی نمیدونم. دیشبم خواب دیدم رفتم مغازه، هیچ کدوم از کیفا نیست، ولی توی خواب یادمه که از نبودن یکی از کیفا خیلی ناراحت تر بودم. حالا کدوم از اون کیفا بود من یادم نمیاد. ای خدا تا باشه از این درگیری باشه دیگه. خیلی حرف میزنم، بریم داونتاون. در ضمن برگشتم خونه عموینم اگه نفهمیدین. خب من برم دیگه که ببینم چی به چیه. در ادامه این ولاگ با من همراه باشین. بوس بای. بالاخره خوابم اندادم. خب دیگه الان من خیالم راحت، دیگه الان با آرامش میتونم دور بزنم، ببینیم دیگه چی پیدا میکنیم. بای. شبیم ویدیوز احمد دوستان عشق قشنگ جدیدم. صبح بخیر. صبح که حالا اینجا زدن که 12 ما الان داریم میریم ماچا بزنیم. کم کم بریم فیوری، اون کافه کیوته که 300 بار رفتیم. میگم بوی چی؟ بوی این گوشتاست. میگم این بوی گوشتا کجا میاد؟ نگو درست اینجاست. محبوب دلها. اگر یه روز نتونستیم منو دنیا رو پیدا کنین بیاین فیری. There's a 90% chance you'll be here. مثل ولتای سوئد من ما فکر کنم الان 6 بار اومدیم اینجا. فقط صدای سلام بلاک جان. نشستیم دخترمو داریم پری میزنیم اینجا. میریم یه روفتاپ جدید باز شده، میریم اونجا تا ادامه این شاپ با ما همراه باشیم. بوس بای. بچه اونجا که الان بودیم غذاش اصلا خوب نبود، یه درینک زدیم اومدیم یه رستوران دیگه اینجا. حالا این بیرون منتظریم تا میزمون آماده بشه. بوس بای. بچه ما داریم میریم یه جایی هست فروت اسمش تو البرنی، سقف اسمش. ما داریم میریم سقف. آیا تا چست دارم کم کم برمیگردم. نمیتونم بگم. بچه خیلی امروز باد میاد. ای با رسیدیم. خب باز رسیدیم به پایان ولاگ این هفته. یه ذره باز این تاخیر داشت، ببخشید. فردا برمیگردم سوئد، باز برمیگردم به روتین همیشگی این ولاگا که معمولا یه شنبه میذاشتم. اینجا دیگه ذره
دوشنبه سه‌شنبه شد. بابا الان من از خواب پاشتم همین چشم پفیه. بله بچه ها، مرسی که تا آخرین ولاگ با من همراه بودین. ولاگ بعدی میشه میکس ونکوور و سوئد. خیلی همیشه میخوام از اینجا برگردم. یه حالت عجیبیه چون هم دلم تنگ شده برای سوئد، ولی اینجا واقعا حس خونه داره واسم ونکوور. واسه همین همیشه برمیگردم. هفته اولش خیلی سخته، بالاخره عادت میکنه اینجا که کل فامیلم دارم اینجا، به دختر عموام و خالم و کازینام و عمو و زنم و اینا خیلی واقعا به بودنشون عادت میکنن. چه کرد. خب من دیگه زود این آخر ولاگ رو اد کنم به ولاگم که ولاگم رو بذارم که دیگه بیشتر از این تأخیر نداشته باشه. خب بچه ها بازم مرسی که ولاگو که تا آخرین ولاگ من بودین و تا ولاگ بعدی میبینمتون. بوس بای.